شما هستم، بفرمایید. آقای دکتر سلام. درود دارم خدمتتون هموطنم، بفرمایید. آقای دکتر این فیلم جوان نوریزاده پخش شد، به نظر من ایشون یه اشتباهی کرده بود، اما شاید بهتر بود که این کار نمی‌کرد. بالاخره هر کسی ممکنه یه اشتباهی بکنه. به نظر من این چند روز آخری هم که شما حرفی خوبی خاطره خوبی از خودتون به جا می‌ذاشتید. در حال یه اشتباهی هر کسی می‌تونه کنه. من قربان منظورتون من مثلا نفهمیدم چی گفتین، جریان چیه قربان؟ معذرت می‌خوام. چیکار کردیم؟ کجا این کردن نوریزاده پخش شد؟ من یه اشتباه بود. کی پخش کرده؟ مثلا نمیدونم راجع به چی صحبت میکنید. مثلا نمیدونم شما راجع به چی صحبت میکنین عزیزم. خدمتتون میرسیم. شما خدمت ما میرسین، ما شماها رو با میخ طویله به دیوار آویزون میکنیم. مرگ بر حکومت اسلامی. تو میخوای خدمت من برسی حرومزاده؟ از تو تاریکی داری تیر برتاب میکنی. من که جلو تلویزیون نشستم، اسمم سعید سکویی، خونم، زندگیم، محل کارم، همه چیزم روشنه. تو میخوای خدمت من برسی؟ به قبر پدر اون خامنه ای پافیوزتون. با شما هستم، بفرمایید. جانم بفرمایید، خدمتتون میرسم. حرومزاده من هر روز از این در میرم بیرون، منتظرم یکی از شماها سر منو ببرید. بفرمایید قربان. به نظر من بذار من جواب بدم آقای سکویی. بفرمایید. به نظر من هر چی که آقای دکتر نوریزاده خدمت کرده بیران، تو سکویی کسکش فقط خیانت کردی. برو بمیر بی پدر و مادر، من شاشیدم به تو و نوریزاده. با شما هستم، بفرمایید. جناب سکویی با درود خدمت شما. درود به شما عزیز دلم. هم خواستم از شما تشکر کنم. قربونتون برم. بانوی رزمنده خانم دخی عبدی. درود به دخی عبدی، درود به آریان وطنخواه، بچه های نازنینی که بایستادن جونشون رو در خطر گذاشتن. حالا سکتوله های این بچه محضردار مزدور حکومت اسلامی واسه ما فکس میفرستن و رو خط میان. خانم عبدی واقعا از محبتتون متشکرم. مرسی خانم جان، روی ماهتون رو میبوسم. قربونتون برم. حضورتون عرض کنم که آقا اون فیلم نوریزاده رو آماده کن، اشبازیشو با یکی از دخترهای اطلاعاتی رژیم رو. من اگه با من در بیافتین پوستتون رو میکنم.